چه خبر؟ من پروکس99 هستم. اومدم بهتون آموزش بدم چجوری توی روبلاکس یا همون بلاکس فروت چیت بزنین. دوستان ما اول وارد همین گوگلمون میشیم، میزنیم دل تا اکسپلویت، این چیزی که اینجا نوشتم و پیست میکنیم. حالا جستجو و وارد این سایت میشین. وارد سایت که شدین روی اندروید میزنین، بالا بیار دیگه. روی اندروید زدین میایین پایین بچه، بعد روی دانلود اندروید وی 674 میدین. بعد روبلاکس که واسهتون دانلود شد وارد روبلاکستون میشین. میریم تو بلاکس فروت و صبر میکنیم تا بازی رو برامون بیاره. بچه ها منتظر میمونیم تا بازی رو بیاره و آورد. بعد پایرت میشیم و بعد منتظر میمونیم تا بچه ها احتمال بند شدن هست و اون یکی اکانت هم یه بند 7 روزه شد. نمیدونم چرا چیت نزدم بند شدم. بعد حالا توی این اکانت جدیدم که بند 7 روزه فردا در میاد. حالا توی این اکانت میاین اینو وقتی همچین صفحه اومد کپی لینک رو میزنیم. لینک که کپی شد بعد بریم کلید بگیریم. همینجا توی گوگلمون بعدش اون لینکی که کپی کردیم و پیستش میکنیم جایگذاری و حالا بعد ما کلید بگیریم. بچه ها بعد بهتون برای اینکه مثلا کوستایی که بهتون میده رو بعد یه فیلتر شکن خوب بزنین. حالا من ویوا میزنم که هم سریع وصل میشه هم بدون تبلیغات. بعد سرور و وصل شد. بعد تایید کنیم که انسان هستیم. حالا تایید میکنیم، دکمه رو دادیم. حالا صبر کنیم تا تایید کنه که انسانیم. تایید شو. دوبار شد باید تایید کنم. بچه وقتی تایید کردین با همچین صفحه مواجه میشید. کانکشن رو میزنین، تبلیغ و وارد یه همچین فضایی میشین که باید کوستا رو یک ویدیو رو تماشا کنین. میزنین روش، بعد نیازی نیست برین ببینین تا آخر این کوستا رو. زدین روش، برمیگردین تو همین صفحه و میبینین زمان داره شروع میشه. رو این یکی برمیگردم، ماموریت بعدی برمیگردم، ماموریت بعدی هم برمیگردم. حالا اینجا یه ثانیه های اینجا زده که مثلا بعد اینقدر صبر کنیم تا یک ماموریت ها تموم شه. حالا حتما برای شما 4 تا کوست نمیاد. ممکنه برای یکیتون یکی بیاد یا 2 تا یا شاید هم بیشتر بیاد. صبر میکنیم تا کلیدو این کوستا تموم شه و کلیدو بگیریم. خب یکی از کوستا تموم شد. بچه اگه نیاورد دوباره بزنین روی این اینا، بعد دوباره برگردین تا زمان دوباره از اول بیاد. حالا اگه نیاورد این یکی کوست هم تموم شد. حالا بزنیم روش برگردیم. حالا منتظر بمونیم تا بیاد. منتظر 5 4 3 2 و 1. اینم از این کوست. و حالا این کوست آخری 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 و تمام. آره بچه وقتی تمام شد روی
آنکل کانکشن یعنی این، روی این میزنین. وقتی زدین دوباره میایین توی یه صفحه که 5 ثانیه صبر میکنین و روش یه کلیک میکنین و لینک کلید رو بهتون میده. لینک کلید رو که کپی کردین میاین این چیزی که این کلیدی که من یعنی این اسکریپتی که من اینجا گذاشتم و کپی میکنین، توی توضیحات واسهتون میذارمش. کپی که کردین فیلتر رو قطع میکنیم. قطعش کردیم میریم توی روبلاکس. اومدیم تو روبلاکس و هایرت میشیم اول. بعد روی چیتمون که اینجا اومده نینجا میزنیم. بعد اون لینکی که اونجا کپی کردیم اولش یه فری داشت اونو میزنیم و تایید میکنیم. بعد میایم توی این بخش و اون اسکریپتی که بهتون گفتم کم طولانی بود اونو میزنیم و تایید میکنیم و چیت واسهتون باید بالا بیاد. ببینیم بچه ممکنه اسکریپت یا خود چیز آپدیت بده، خود همین برنامه، و وقتی آپدیت داد شما باید بیاین آپدیتش کنید. و اگه آپدیت داد من یه چنل میزنم، بعد توی توضیحات چنل هم عوض میکنم. یه چنل روبیکا که زدم اونجا اسکریپت رد هر وقت آپدیت داد اونجا میذارم. دیگه با ما دعوا داره. بچه من اسکریپت رو کپی نکرده بودم بر همین نیومد. اونا اسکریپت رو پیست میکنیم و تایید رو میزنیم و چیت برامون باید بیاد و چیت براتون میبینیم که بالا میاد و اینو میزنیم و خودکار از زور اگه مثلا سرد یا چیزی بگیرین از زور رگباری دمیج میده. و مثلا چیتاش اینه اوتو فارمول ولاپ هاکیو میزنه خودش میره بالا سر با تا رو جمع میکنه خودش کوست میگیره و تمام میپوشه. و فروت و ریدش هم که دیوایی که افتاده باشه روی زمین رو میره خودکار تلپورت میکنه و استور میکنه. بعد پایینش هم اوتو رندوم فروت خودکار براتون اسکرین میزنه و تلپورت هم که خودتون میبینین. توی فارمم این چسته، اینجام لیست باسا، بعد باس میزنه. یکی هم که اطلاعات شاپ میتونه اینجا مثلا اگه چیز میتاشو داشتی مثلا 150 کاپول داری به جای اینکه بریم ساعت اونجا همینجا بزنین رو بای بلک لگ و بخرید. دوستان این بود از این ویدیو ما. لایک و ساب فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.